اکنون با جداگی صفحه دوستان عزیز جهانگیر مجیدوف پهلوان 22 ساله تاجیک از سمت چپ تصویرهای ما همراه محمد مراد عبدالرحمانوف سرمربی تیم ملی جودو کشور به صحنه رقابت وارد شد. جهانگیر مجیدوف و جهانگیر مجیدوف در برابر یک تن از پهلوانان نوکور قزاقستان یراسیل ژاناتایف قرار میگیرد. یراسیل ژاناتایف اولین اشتراکش در رقابت‌های بین المللی را تجربه میکند و او همگی یک رقابت دارد در کارنامه‌اش که در آن هم شکست خورده است در رقابت‌های بین المللی. و ببینیم جهانگیر مجیدوف در برابر این ورزشگر نوکور چی اصول و چی جذابیت گوشتین را به نمایش خواهد گذاشت. ورزشگر قزاقستانی یراسیل ژاناتایف هم یعنی همسینی جهانگیر است. هر دو هم یک سال بزرگتر است. معذرت، جهانگیر 22 سال دارد و یراسیل ژاناتایف ورزشگر 23 ساله است. پرتابی همون معمولی جهانگیر به سمت راست این مراتبه، اما مرحله قپیدن یا کنترل دست حریف چندان موافق نبود و اگرنه باز یک پرتاب زیبای جهانگیر را میدیدیم. به هر حال فرصت هست. همانطور که در رقابت اول دیدیم جهانگیر حریف از کشور چخ رو از جمهوری چخ رو از صدی راه برداشت، بسیار ماهرانه بود و ورزشگر قزاقستان یک دور استراحت کرده است، یعنی تازه نفستر هست. از این رو قدرت و توانایی هایش شاید در اینجا زیاد باشد. یک کارد زرد به جهانگیر مجیدوف این جای نگرانی نخواهد بود، جای شک و تردید نیست. فقط اجرای اصول های به مورد و پرتاب های جذاب و دیدنی رو انتظار هستیم از جهانگیر مجیدوف. همون مرحله قپیدن و بالاخره اجرای اصول میکنه به سمت راست. یک بار دیگر پرتاب زیبا قریب آورد و یک کمی دیگر اگر ادامه میداد همون حرکت یا فشار بالای حریف رو، احتمال بود که حریف قزاقستانی از پای در بیفتد. یک بار دیگر اکنون موقع اجرای اصول دیدنی اوچیماتا از پس گریبان اگر بگیرد به سانه که ورزشگری چخ رو قپیده بود به همون شیوه اگر بقپد در اینجا هم گمان میکنم موفق خواهد شد. یعنی بخش کومیکاتا یا همون مبارزه در همون مرحله قپیدن رو اگر موفق سامان بدهد یا به سامان برساند، احتمال دارد که باز هم همون حرکات پرتابی رو مشاهده خواهیم کرد. اکنون از قسمت راست گریبان حریف چنگ دست راست رو هم خواهد زد و به سمت راست، ولی از پس گریبان چرا توجه نمیکند در این رقابت جهانگیر، ولی به هر حال خودش خوبتر میداند که با کدام حریف چگونه مبارزه برد. اکنون با تعبیر زخمت حریف را کند و مبارزه را خواهد برد از کمربند از مسافه دور اجرای اصول هلوک معمولی برای ورزشگر قزاقستانی. ولی ببینید چگونه این ورزشگر ماهر به نظر میرسد که یک عملکرد غیر چشم داشته و اجرا در آورد. خوشبختانه چیزی نخواهد بود، چیزی نیست. 1 دقیقه و 11 ثانیه دیگر هست. ورزشگر نوکور قزاقستانی ژاناتایف خطرناک به نظر میرسد، چون در بخش فن خودانداز با پهلو خود را خوب وانمود کرد. اکنون رقابت ادامه می‌یابد دوستان عزیز و ببینیم اصول های پرتابی ضد حمله به سمت مقابل برای جهانگیر مجیدوف برداشته یا همون سوری گاشی. بله، همون اصول سنتی یا بابایی هایی که در جودومن هست همون رو استفاده کرد. ژاناتایف یک کارد زرد میگیرد، باز یک کارد زرد دیگر به همین خاطر خواهد گرفت. ببینید چگونه چرخش میدهد. اکنون موقعیت برای جهانگیر، این هم وزری
و ضربه و ضربه جهانگیر مجیدوف خیلی جذاب و دیدنی. گفتم که اگر از همه پس گریبان بقپد و بعدا اجرای اصول کند بختش اومد خواهد کرد، تولیش بلندی خواهد کرد. به همین ترتیب جهانگیر مجیدوف موفق شد یک وزری بگیرد. 35 ثانیه دیگر تا پایان وقت اساسی فرصت مانده است و این رو میتواند با وقت کشی پشت سر کند. یک مرتبه دیگر موقعیت به همون سمتی که اجرای اصول موفقیت آمیز داشت جهانگیر مجیدوف و همون سمت حمله کرد، ولی داور شیدای دوم را داد. ثانیه های پایانی وقت اساسی یک بار دیگر اجرای اصول، اگر حریف از پای در بیفتد پس در اینجا فرصت با پایان خواهد رسید. قریب بود. ببینید چگونه موقعیت خوب یک بار دیگر پرتاب جانانه هم صورت میگیرد و زر عوضت ایپون دو حریف رو در وقت معمولی از صدر راه برداشت جهانگیر مجیدوف. این هم یک پیروزی بسیار با اقتدارانه بود برای جهانگیر مجیدوف در مرحله مقدماتی. جهانگیر مجیدوف به دور سیوم می رود، ورزشگری که در کارنامه‌اش نشانی برنجی گرند اسلم ابوظبی را دارد و مبارک باشد پیروزی دوم جهانگیر مجیدوف. بعد جای می رود که در برابر حریف قدرتمند بیکا گوینیاشویلی از گرجستان مبارزه خواهد بود.